سلام برای تک تک دوستان عزیزم و از طریقشون وظایف فامیلتان تقدیم برای آمدم اینجا یک شیشتم زیر درخت لایف ها را دیده رفتم. هر کس عکسش بالا میکنه، عکس های مردم ها میندازن، جوره از کامپیوتر جور میکنن. نام او دختره بد کن، نام ای زنه بد کن، عکس او مرد کرکتی جوره که دختره که غیبتش بکنی، دختر غیبت بکنی، زن غیبت بکنی، مرد غیبت بکنی، بچه غیبت بکنی. چقدر غیبت زیاد بوده شد کردم. حالا همه چیز تداوی میشده، تداوی در همه چیز بوده، در دو چیز نبوده دوستای عزیز، یکی سرطان، یکی زبان انسان. این زبان انسان تداوی میشد. امروز کس به پشت کس غیبت نمیکرد و نام کس را بد نمیکرد، گناه کس را نمیورداشت. گناه ورداشتن آسان نیست دوستای عزیز. میگیرین و عکس او را جوره که، این عکس را جوره که، او را بگو که دختر خراب است، این را بگو بچه خراب، این را بگو مرد خراب است، این را بگو زن خراب است. اما او در شانش نیست. میگه از تهمت ناپاکان اندیشه ندارم من، چون دامن من پاک است آلوده نخواهد شد. بعضی خانم ها را دامنش پاک است هیچ وقت آلوده نمیشه، بعضی مردها هم همچنان دامن پاک داره هیچ وقت آلوده نمیشه، همچنان دختر بچه ها هم توسته. و بعضی هایشان در راه غلط میرن او که ثبوت و سند میکشین، او را جایش جداست. خداوند شما را انصاف بده، خداوند شما را قوت بده. پشتی گپ غیبت مردم نگردین، گناهکار نکنین. خدا گناهکار گناه مردم نوردارین خود به خود. خداوند یک تداوی را بر زبانتان میارد که یک رقم وای می اومد که زبانتان پلاستر میشد، دهنتان دیگه گپ زدن نمیتونستین. یعنی تا جایی که فکر کردم دو چیز تداوی نداشته، زبان انسان و سرطان. مثل یک سرطان آریده آخرش مرگ است. خدا حافظتان، روز خوش، خفه نشوین. واقعیت ها را میگم، می تو گپ ها زیاد است. سعی میکنیم هر کس هر رقم گپ زده رایستانی تو شد. چرا گناهی کس را میاردارین؟ گناه ما و شما کم است. خود ما تو گناهکار هستیم که پیش خداوند قدم بزنیم گناهکار هستیم، گپ بزنیم گناهکار هستیم. همین به یک دقیقه 100 دروغ میگیم، همگی ما اینو میتونیم قبول کنیم. واقعیت است.